بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و دوستان عزیز، حبیب خدا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گوهربار و در یک حدیث مبارکشان می فرمایند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. در این حدیث مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که دشنام کردن مسلمان فسق و خارج شدن از طاعت و فرمان الله رب العزت و الجلال است. و علمای عظام دوستان عزیز در شرح کلمه سباب یا اینکه دشنام گفتند که هو التکلم فی عرض الانسان بما یعیبه، یعنی دشنام کردن گفتن علمای عظام که در آبرو و در ناموس انسان گفتن سخنهایی که اون انسان را آزرده خاطر میکند و اون انسان را میرنجاند و به اصطلاح خفه میکند، اینه که دشنام گفته میشود. مانند دوستان عزیز امین سخنهای قبیح و فحشی که و مانند همین دشنامهای کوچگی که بعضی از برادرهای مسلمان نسبت به همدیگر روا میبینند و زبانهای پاک خود که با اون زبان کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله میرانند، زبانهای خود را آلوده میکنند و مانند هر کلمه دیگری که باعث یعنی که آزرده خاطری و باعث رنجیدن و خفه شدن برادر مسلمان می شود. این را در شریعت و در اصطلاح دوستان عزیز در اصطلاح علما اینه که دشنام گفته می شود. پس دوستان عزیز از این حدیث مبارک معلوم می گردد که وقتی که انسان برادر مسلمان شه دشنام میکند، این عمل علما یعنی دانشمندان بزرگ وار گفتند که این عمل یعنی که عمل شرعا عمل حرام و عمل زشت است و کننده این عمل یعنی دشنام کننده یعنی طبق تعبیر و گفته حبیب خدا صلی الله علیه و سلم یعنی فاسق است، کسی است که از طاعت و از فرمان الله رب العزت و الجلال خارج شده است و بیرون رفته است. هرچند که این انسان دوستان عزیز نماز و عبادت داشته باشد، هرچند نماز جماعت هم داشته باشد، اما وقتی که این خلق زشت و ناپسند در اون وجود داشته باشد، این چنین شخص دوستان عزیز طبق گفته حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فاسق و کسی است که از طاعت و فرمان الله رب العزت و الجلال بیرون رفته است. دوستان عزیز، اما کسی که از جانب دیگرها یعنی که ظلم می‌بیند،
از جانب دیگرها تحقیر و دشنام میشنود، علما گفتند که یعنی این در جواب آنها اینه که برای این اجازت است، درست است که در جواب اینها اینه که تحقیرها و دشنامهایی که میشنود، همون سخنها و تحقیرها و دشنامهایی که شنیده است میتواند که در جواب اون دشنام کننده بگوید. الله رب العزت و الجلال در آیه از آیه های مبارکه قرآن عظیم الشأن میفرماید که استعیذ بالله ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. صدق الله العظیم. در این آیه مبارکه خداوند جل جلاله میگوید که کسی که از جانب دیگرها یعنی که ظلم و تحقیر و دشنام میشنود و در جواب مثلا تحقیر و دشنام دیده اش اگر انتقام بگیرد و همون سخنهای گفته مقصد دشنام کننده را و سخنهای شنیده اش را در جواب بگوید، خداوند گفتند که بر این چنین انسانها ملامت و مذمت نیست. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که المتسابان ما قال فعلى البادئ ما لم يتعدى المظلوم. در این حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که دو کس به همدیگر دشنامگویی میکنند، دو کس وقتی که همدیگر را تحقیر و یعنی که ناسزاگویی میکنند، گفتن ما قال فعل البادئ ما لم يتعدى المظلوم، گفتن گناه و بدی سخنها و دشنامهای گفته این هر دو گفتن بر کسی است که اول شده یعنی که ابتدا کرده است و شروع کرده است دشنام کردن را. ما لم يتعدى المظلوم، مادامی که این مظلوم این کسی که دشنام و حقارت شنیده است این یعنی که از گفته اون دشنام کننده یعنی که تجاوز نکند، از گفته او زیاد یعنی که دشنام نکند. ولی دوستان عزیز، گرچنده که در این حالتی که انسان ظلم و یعنی که تحقیر و دشنام بشنود، شریعت مقدس اسلام برای اون یعنی اجازت داده است که پاسخ بدهد و انتقام بگیرد. باز هم علما گفتند که در همین صورت یعنی عفو و بخشش یعنی که از جمله خصلت‌های حمیده است و بهتر است که این انسان یعنی که دشنام و حقارت را و بدی را یعنی که با دشنام و حقارت و بدی یعنی که پاسخ ندهد و سکوت کند. دوستان عزیز، پس باید که مسلمان یعنی که خود را از این آلودگی، این خصلت و این خلق بد یعنی که دور بدارد و یعنی که پاک نگه بدارد، زیرا فطرت مسلم سراپا شفقت است. حضرت محمد اقبال رحمت الله علیه گفتند که فطرت مسلم سراپا شفقت است، در جهان دست و زبانش رحمت است. یعنی مسلمان کامل و مسلمان راستین همون مسلمانی است که یعنی که طبیعتاً و فطرتاً یعنی که شفقت و مهربانی دارد، یعنی که با هم دیگر حتی با غیر مسلمان ها محبت و شفقت و مهربانی دارد و از دست و زبان او فقط یعنی که مسلمان ها و غیر مسلمان ها حتی یعنی که رحمت و محبت میبینند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در یک حدیث زیبا میفرمایند که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که یعنی بقیه مسلمان ها از دست زبان او یعنی که سالم بمانند و از دست زبان او زیان و ضرر نبینند. پس دوستان عزیز، خداوند مهربان دعا میکنیم که ما و شما را موفق کند که
یعنی خود را از این آلودگی های این اخلاق بد، یعنی که آلودگی، یعنی که این خصلت دشنام کردن و حقیر دانستن برادر مسلمان خود را دور بگیریم و پاک نگه بداریم و خداوند مهربان ما را موفق کند که با اخلاق زیبا و حمیده اسلامی و انسانی خود را متخلق و آراسته و مزین بگردانیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خيرا من الدنيا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحمتك يا أرحم الراحمين.